سلام. در این ویدیو شما با نحو کار کردن با LMS آشنا خواهید شد. در قدم نخست باید وبسایت در دسترستان قرار داشته باشد lms.efk12.org. زمانی که وارد این وبسایت میشین شما حتما این صفحه را قبلا هم دیدین، خصوصا زمانی که میخواستین create new account استفاده بکنین تا حساب کاربری یا یوزر اکانتتان ایجاد شود. اما ایمیل و امو پاسوردی را که شما در هنگام ایجاد کردن اکانت خودتان استفاده کرده بودین اینجا درج میکنید. در قسمت ایمیل آدرس ایمیلتان نوشته میشه و در قسمت پاسورد یا رمزی را که انتخاب کرده بودین اینجا می نویسین. بعد از درج ایمیل آدرس و پاسورد خودتان روی گزینه لاگین کلیک میکنین. منتظر میشینیم تا وارد صفحه LMS شویم. زمانی که وارد صفحه LMS میشیم همچون یک پنجره یا همچون یک نمایی برای شما باز میشه که شامل چند بخش است. دست چپتان Subject Online Classes یا منوهایی هست که از اونها شما استفاده میکنین و دست راست خودتان شما مضامینی را که میخوانین اینجا همگی برای شما قابل مشاهده است. در صورتی که اگر بخواین مضمون خاصی را جستجو بکنین در قسمت سرچ نام مضمون رو نوشته میکنین، مثلا مضمون متن یا ریاضی. فقط برای شما ریاضی را بارگذاری میکنم. پس من دوباره روی سابجکت کلیک میکنم تا برگردیم به تمام مضامینی که داشتیم. یعنی اگر تعداد مضامین شما زیاد میشه با خیلی راحتی با استفاده از گزینه Search from all subjects میتونید مضمون مورد نظر خودتان رو پیدا بکنید. به خاطری که درس های خودتان فرا بگیرین و طور مثال ما اسکرول میکنیم میاییم به سمت پایین، تمام مضامین برای ما قابل رویت است. به طور نمونه ما در این قسمت فیزیک داریم. فیزیک و تمام مضامین به دو زبان هست، هم به زبان دری و هم به زبان پشتو، هر دو همزمان در اختیار شما قرار گرفته و با هر کدومی که راحت هستین میتونید درس های خودتان رو ادامه بدین. زمانی که مثلا من میام فیزیک صنف دهم انتخاب میکنم یا فیزیک صنف 11 تنها کاری که شما اینجا انجام میدین روی استارت لرنینگ کلیک میکنین. یعنی اگر درس های شما تازه شروع شده باشه و یا اولین باری هست که وارد مضمون خودتان میشین یا روی استارت لرنینگ کلیک میکنین یا میان روی تصویر کلیک میکنین. من روی استارت لرنینگ کلیک میکنم، منتظر میشینم تا مضمون برای من باز شود. زمانی که مضمون برای ما باز شد شما همچون یک پنجره‌ای را پیش روی خودتان میبینید. تمام درس های شما و 32 عنوان و 33 عنوانی که اینجا مد نظر گرفته شده تمام عناوین درس های شما در اختیارتان هست. با تفاوتی که تمام درس ها برای شما به صورت آنی باز نمیشه، بلکه مجبور هستین تا یک درس به صورت کامل تمام بکنین، کارخانگی هایش ارسال بکنین، کویزش را تیر بکنین، مواد درسیش را دریافت بکنین و تمام درس را بخوانین. اون زمان وقتی که استاد اساینمنت شما یا کارخانگی شما را نمره داد، درس بعدی باز برای شما فعال میشه. به خاطری که شما اولین درستان فعال بکنین در قسمت استارت لرنینگ اولین جلسه درسی خودتان را باز میکنین. ما روی استارت لرنینگ کلیک میکنیم و منتظر میشینیم تا درس بر ما باز شود. چون این اولین جلسه درسی و جلسه معرفی درس هست شما همچه یک صفحه را میتونید ببینید. اینجا فقط آمده معرفی درس که شما میتونید معرفی درس را ببینید و بعد از اون در تمام درس های دیگر شما که بعدا هم براتون نشان خواهد دادم 4 گزینه اساینمنت، کویز، استادی متریال و دیسکشن فرم داریم. اساینمنت یعنی کارخانگی. پس اگر کارخانگی هایتان میخواستین ارسال بکنین روی اساینمنت باید کلیک بکنیم. کویز امتحان است، امتحان 4 جوابه یا هر گونه امتحان دیگه که مد نظر گرفته شده شما باید سپری بکنین. استادی متریال مواد درسی هست که باید در نظر بگیریم و روی دیسکشن فرم شما میتونین که بحث بکنین. به طور مثال ما برمیگردیم روی سابجکت تا ما درس کامل تری رو براتون نشان بدم. به خاطری که معرفی درس بود فقط یک سکشن در وجود داشت. اما زمانی که سکشن اول تمام میشه شما اساینمنت، کویز و باقی موارد به اتمام رساندین، درس دوم براتون شروع خواهد شد. به طور مثال بعد از اینکه شما کویز و اساینمنتان سپری کردین میتونین که درس بعدی رو شروع بکنید. اینجا نوشته شده کویز 100% یعنی 100% سوالات پاسخ داده شده
و از طرف استاد هم نمره 100% برای کار خانگی مد نظر گرفته شده. شما میتونید درس برید و دوباره بررسی بکنید. اما ما میخوایم وارد درس اول شوم، چون درس قبلی ما در مورد معرفی مضمون فیزیک بود. ما وارد درس میشیم. زمانی که وارد درس شدیم شما به وضاحت میتونید ببینید که تمام جزئیات درس اینجا ذکر شده. اهداف درس وجود داره، معرفی درس وجود داره، عنوان اصلی درس وجود داره که تمام موضوعات شما میتونید ببینید که اینجا درج شده. اما قسم پایین میایم فعالیت درس وجود داره، فعالیت درج شده و نتیجه گیری، یعنی نتیجه گیری درس هم هست. پس تمام موضوعات درسی در LMS شما وجود داره. بعد از اینکه شما تمام درس فرا گرفتین و کار کردین، روی گزینه اساینمنت یعنی کارخانگی کلیک میکنیم. صبر میکنیم تا صفحه برای ما باز شد. زمانی که باز شد اینجا آمده نوشته شده گفته اساینمنت، سابمیت اساینمنت. شما اساینمنت خودتان را سابمیت میکنین، یعنی قرار است که ارسال بکنین. پس روی سابمیت اساینمنت کلیک میکنین. زمانی که روی سابمیت اساینمنت کلیک میکنین سوال کارخانگی برای شما میایه. قسمت ممکن هست مثل اینجا یک سوال باشه، ممکن هست چند سوال باشه، یا ممکن هست کلا یک تصویر برای شما باز شه. مثلا در سوال اول سوال آمده، شما سوال میخوانید. بعد از یک سوال خواندین میخواین پاسخ خودتان درج بکنین. روی سابمیت اساینمنت باز کلیک میکنیم و منتظر میباشیم تا صفحه جدید برای ما باز شود. صفحه جدید برای ما باز میشه. شما کار خانگیتانه یا سوال کار خانگیتانه گرفته بودین، اما این قسمت شما میایین پاسخ خودتان درج میکنیم. نوشته میکنیم پاسخ من. پاسختان می نویسیم. اگر پاسختان به صورت متن بود لطفاً همین قسمت شما به صورت متن تایپ بکنید تا اینکه در روی کتابچه بنویسید. اما اگر پاسخ شما مثل سوالات ریاضی، کشیدن گراف یا چیز دیگه ای بود که نمیتونستین تایپ بکنین، اسکرول داون میکنین، یعنی پایین میین و در این قسمت ما گزینه ای داریم به نام You can drag and drop files here to add them. این قسمت میتونید شما فایل های خودتان رو درج بکنید. مثلا من روی از این کلیک میکنم. وقتی که کلیک کردم این صفحه برای ما باز میشه. شما میایین روی اپلود فایل کلیک میکنین. بعد از اینکه روی اپلود فایل کلیک کردین اتچمنت باز میشه. اتچمنت به معنای ضمیم است، یعنی ما میخوایم کارخانگی خود ما ضمیمه بکنیم. روی چوز فایل کلیک میکنین. بعد از روی چوز فایل کلیک کردین وارد چی میشین؟ وارد کامپیوتر خودتان میشین و میتونین فایل انتخاب بکنین. بعد از اینکه فایل انتخاب شد شما میتونین از گزینه اپلود استفاده کنید، یعنی میگین اپلود this فایل. این فایل برای من چی کنین؟ برای من اپلود کن. بعد از اینکه اپلود شد اینجا فایل شما اضافه خواهد شد. شما ممکن هست به صورت متن باشه، ممکن هست نه به صورت فایل مثل عکس یا ویدیو باشه، یا مثل PDF باشه، مثل فایل های ورد یا داکیومنت یا پاورپوینت باشه. از این قسمت درج میکنین. بعد از اینکه کار شما انجام دادین روی گزینه سیو چنج کلیک میکنین. خب از شما میخوایم یا آیا مطمئن هستین یا نه. شاگردای عزیز اینجا خیلی دقت بکنین، به خاطری که اگر یک بار شما سابمیت میکنین کارخانگی شما به استاد ارسال خواهد شد. من روی سابمیت کلیک میکنم. بعد از اینکه روی سابمیت کلیک کردم صبر میکنم تا صفحه پروسس شود. خب کارخانگی شما submitted for grading برای نمره دهی به استاد ارسال شد. اینجا پاسخی که نوشته کرده بودین یا فایلی که درج کرده بودین میآید. پس این شد از کارخانگی شما و منتظر میباشین تا استاد کارخانگی شما را نمره بدن. بعد از اون در قسمت بالا back to lessons روی از این کلیک میکنیم تا دوباره به درس ها برگردیم. باز گزینه دوم ما روی کویز است، یعنی اینجا اساینمنت تان ارسال کردیم نوشته شده ریویو پندینگ، یعنی در حال مرور هست، یعنی منتظر می باشین تا استاد شما کارخانگی شما را ریویو بکنه. سپس میین روی کویز کلیک میکنین تا امتحان ای درس هم سپری بکنین. زمانی که روی کویز کلیک میکنین اینجا گزینه استارت کویز میاد. من روی از کلیک میکنم. مشخصات است. تعداد سوالات یک سوال است. 10 دقیقه براتون زمان داده شده و تا این مدت زمان داره. شما میان روی استارت کویز کلیک میکنین که امتحانتان شروع شود. صبر میکنیم تا صفحه برای ما باز شود. صفحه برای ما باز شد. اینجا سوالات به شکل 4 جوابه براتون میاد. تعداد سوالات یک سوال در درس مد نظر گرفته شده و یک سوال 4 جواب است. مثلا گفته سیستم واحدات بین المللی به چند زیر مجموعه تقسیم شده است.
جواب اول، جواب دو، جواب سه، جواب چهار. من میام گزینه چهارم انتخاب میکنم. اگر گزینه ایتان اشتباه بود میتونید همین قسمی در بالا یا پایین انتخاب بکنین و اگر میخواستید کلا پاک بکنین کلیر مای چویس کلیک میکنیم، تمام انتخاباتتان حذف میشه. من گزینه چهارم کلیک میکنم. بعد از یک گزینه چهارم کلیک شد و یا تمام سوالات خود من انتخاب کردم، میایم دست راست نوشته از finish attempt روی از یک کلیک میکنم. زمانی که کلیک کردم یعنی امتحان من به پایان رسید. بعد از اینکه امتحان به پایان رسید شما یک شانس دارید که return to attempt دوباره برگردید و باز انتخاب بکنید، اما متوجه زمان خودتان باشید که از 10 دقیقه تقریبا 1 دقیقش به اتمام رسیده. اما من مطمئن هستم. اگر مطمئن هستم میایم روی submit all and finish کلیک میکنم، یعنی دیگه تمام است. باز هم برای من یک صفحه دیگه باز میشه، میگه که once you submit your answers you won't be able to change them. اگر یک بار سابمیت کردین دیگه کویزتان رو نمیتونین که ادیت بکنین یا دوباره برین حل بکنین، فقط یک بار حق دارین. من مطمئن هستم، کلیک میکنم روی سابمیت آل و منتظر میباشم تا صفحه پروسس بکنم. خب اینجا نوشته شده، گفته your answer is correct، پاسخ شما درست است و the correct answer is 3 و پاسخ درست هم امو عدد 3 است که اینجا برای ما آمده، یعنی سیستم واحدات بین المللی به 3 زیر مجموعه تقسیم شده. پس من کویز خود من هم سپری کردم. پس میایم در قسمت بالا back to lessons روی ازی کلیک میکنم و منتظر میشینم تا مرا به صفحه قبل ببرم. استادی ماتریالز یا مواد درسی است، روش کلیک میکنیم. زمانی کلیک کردیم در صورتی که استاد برای شما مواد درسی در این درس مد نظر گرفته باشه شما میتونید راحت او را دانلود بکنید. روی گزینه دانلود که کلیک بکنید مواد درسی برای شما دانلود خواهد شد یا مستقیما باز خواهد شد. ما رویش یک بار کلیک میکنیم. بله میبینین مواد درسی در اختیار شما قرار گرفته. من دوباره بک میرم تا به صفحه‌ای که بودیم برگردیم. گزینه بعدی دیسکشن فرم هست، جایی که شما باید بحث بکنید، یعنی بخش گفتگوهای درسی شما در این قسمت صورت میگیره. اینجا مثلا آمده بحث کنید، یک سوالی آمده، من روی بحث کنید کلیک میکنم، سوالی برای من داده شده. شما در قسمت پایین روی گزینه ریپلای کلیک میکنید. زمانی که روی گزینه ریپلای کلیک کردین اینجا از میتونید نظر خودتان رو بنویسید، نظر خودتان رو تایپ بکنید. مثلا من نوشتم میکنم که به فارسی بنویسیم به نظر من و کارتان ادامه میتونید، متن خودتان می نویسین. بعد از اون روی گزینه پست و فرم کلیک میکنین و نظر شما ثبت میشه. میتونین نظر خودتان ادیت بکنین، میتونین نظر خودتان دلیت بکنین و یا کسی دیگه به نظر شما ریپلای بکنه یا در مقابل نظر شما صحبتی بکنن. من مثلا دلیت کردم. پس شما تا اینجای کار در مورد اساینمنت، کویز، استدی متریال و دیسکشن فرم آشنا شدیم. روی سابجکت برمیگردیم. شما منتظر میشینین تا استاد اساینمنت شما را بررسی بکنه، نمره برای شما مد نظر بگیره. اگر شما اساینمنت یا کارخانگی خودتان ارسال نکنین وارد درس بعدی شده نمیتونین. پس شما هر روزی که به طور مثال درس فیزیک دارین، کارخانگی فیزیک خودتان قبل از شروع درس بعد باید در سیستم بارگذاری بکنین، اپلود بکنین، برای استادتان ارسال بکنین تا درس بعدی برای شما باز شود. حال زمانی که شما فکر میکنین که کارخانگی و همه چیز شما ارسال شد و استاد وقتی که درس از طرف خود تایید میکنه، قسمت بالا برای شما یک گزینه میاد که میگه ادامه بدین. یعنی این درس دیگه یک درس چی است؟ یک درس کامل شده است. شما درس کامل شده خودتان وقتی که رویش کلیک میکنین او زمان اینجا ببینید نوشته است completed. روی از این وقتی که من چون من قبلا کلیک کردیم و به این معنا هست که درس اول من کامل شده. کویزم 100 نمره شد، اساینمنت ما هم 100 نمره شد. پس ما با هر 4 گزینه اساینمنت، کویز، استدی متریال و دیسکشن فرم در درس های شما آشنا شدیم. زمانی که کارخانگی من از ریویو پندینگ خارج میشه، او زمان من میتونم درس بعدی خود من که در مورد وکتور و اسکالر است به شکل استارت ناو فعال میشه و میتونم شروع کنم. شما با نحوه دریافت کردن درس ها و ارسال کارخانگی و فعالیت های دیگر تا اینجای کار آشنا شدیم.
اما در صورتی که بخواید به صنف‌های خودتان روزانه وصل شوین چی کار باید بکنید؟ شما باز هم باید وارد سیستم شوین. وقتی که وارد سیستم شدین دست چپتان ما چیزی به نام آنلاین کلاسز یا صنف‌های آنلاین داریم. زمانی که روی آنلاین کلاسز من کلیک میکنم منتظر میمانیم این قسمی بر شما صفحه باز میشه. مثلا امروز 4 دسامبر شما در صنف دهم مضمون سیویک داشتیم. اما ساعت درسی چند بجه بوده؟ ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. در کدام تاریخ؟ در تاریخ 4 دسامبر 2025 ساعت 9 صبح شما درس سیویک داشتیم یا درس تعلیمات مدنی داشتیم. مدت زمان درستان چقدر مد نظر گرفته شده بوده؟ مدت زمان درستان 1 ساعت مد نظر گرفته شده بوده. حال چون زمان گذشته، یعنی از ساعت درسیتان گذشته، ساعت 9 شروع شده، ساعت 1 ساعت ادامه پیدا کرده، یعنی 10 صبح به وقت افغانستان تمام شده، شما اینجا گزینه جاین کلاس ندارین. وگرنه جاین کلاس براتون فعال میشه. زمانی که رویش کلیک میکنین شما مستقیما وارد صنف درسی خودتان خواهید شد. اما صنف هایی که کامل شده روی کامپلیتد، اینا درس هایی است که قبلا گرفته شده یا درس هایی است که قبلا یا قبل از امروز تدریس شده. تمامشان اینجا ریکارد میشه و شما همگی میتونین که یادداشت بکنین. خب، تا اینجای کار شما با نحوه وارد شدن صنف ها هم آشنا شدیم. و قسمت منیج اگزم اگر کلیک بکنیم اینجا امتحانات وسط سال مدترم و فاینال ترمیتان هست که بعدا باز با این مسئله بیشتر آشنا خواهید شد. قسمت پایین ریپورت اند سرتیفیکیتس هست. سرتیفیکیت هایی که تا به حال دریافت کردین یا کورس هایی را که گرفتین این قسمت برای شما ذکر میشه. پایین تر که بیایین ما گزینه پروفایل داریم، یعنی پروفایل شما است. روی از این کلیک میکنیم تا باز شود. تمام معلوماتی را که شما درج کردین و برای ما ارسال کردین اینجا برای شما نشان داده شده. مثلا ایمیل آدرسی که برای ما دادین، نشنل آیدی، پاسپورت، پارچه شما، گاردین آیدی یا کانسنت لتر، تمامشان اینجا آمده و اولین باری که وارد شدین و آخرین باری که وارد وبسایت شدین اینجا ذکر شده. شما میتونین روی ادیت پروفایل هم کلیک بکنین. بعد از اینکه روی ادیت پروفایل کلیک بکنین میتونین بعضی از پروفایل های خودتان با معذرت میتونین مشخصات خودتان هم ادیت بکنین، اما با تفاوت ای که ادیت برای شما مستقیما باز نیست، همه چیز قفل است. چرا؟ چون تا به حال حساب کاربری فعلی اپروو نشده. زمانی که حساب اپروو میشه باز این قسمت برای شما یک درخواست میه که ادیت پروفایل، که شما درخواست میکنین که پروفایلتان ادیت شد. روی از اون کلیک میکنین همکاران ما باز در بخش تکنیک برای شما اجازه میدن تا بیاین پروفایل خودتان رو ادیت بکنین. در بخش بعدی هم که بخش ستینگ یا تنظیمات و پروفایل است که تمامشون در هر دو قسمت قرار گرفته و وقتی کارتان تمام میشه میتونین روی گزینه لاگ اوت اینجا کلیک بکنین یا اینجا کلیک میکنین و از لاگ اوت استفاده میکنین. نکته نهایی دیگه که اینجا وجود داره ما لنگویج یا زبان هم داریم. میتونین روی زبان کلیک بکنین. در سایتان یعنی وبسایت میتونین به شکل فارسی و یا هم به شکل پشتو تعقیب بکنین، یعنی نوشته هایی که اینجا وجود داره به شکل فارسی یا پشتو براتون نوشته شده. در قسمت زنگوله هم که رویش کلیک بکنیم تمام مسائلی که روزانه شما انجام دادین یا از طرف وبسایت برای شما اعلان شده شما را خبر میکنه، یا به عبارتی نوتیفیکیشن ها رو شما در اینجا دیدن میتونید. مثلا گفته شما کارخانگی خودتان 10 دقیقه قبل سابمیت کردین، یا مثلا یک صنف آنلاین فیزیک در 3 دسامبر کنسل شده، یا به طور مثال یک صنف فیزیک در 3 دسامبر اسکیجول یا ایجاد شده یا در تقسیم اوقات مد نظر گرفته شده، یا مثلا اینجا گفتن نیو آنلاین کلاس اسکیجول یک مضمون دیگه هم اسکیجول شده. مضمون چیه؟ سیویک است که در 1 دسامبر مد نظر گرفته شده، یعنی 2 روز و 19 ساعت بعد. پس تا این جای کار شما بلد شدین که چطور درس‌های خودتان رو بگیرین، چطور کارخانگی ارسال کنین، چطور کویز سپری بکنین، چطور به مواد درسی دسترسی داشته باشین و چطور در دیسکشن سهم بگیرید و همچنین از روی آنلاین کلاسز چگونه وارد درس های خودتان شوید. امیدوار هستم که ویدیو شما را کمک کرده باشه. خدا نگهدارتان.